سائل آمد به سوی خانه موعظه ما و شما همینجا انجام یافت. خشکنانه خواست یا ترنانه؟ جلال الدین رومی را خدا رحمت کند در مثنویش ایجادیات دارد. یک طلبنده به نزد یک خانه آمد که خانه را من جمعه پیشین وصف کردم که یک خانه که قریب در 15 سال و 20 سال تیار شده است، خیلی به مبلغ کلان، آشیانه های بلند، خیلی یک انسان در تعجب می آوردگی خانه بود. آمد نزد این خانه. این سائل، این طلبنده به امید آمد که این گونه خانه خیلی زیبا دارد، البته شاید که همت این مردم خیلی بلند باشد. چی میداند که این صاحب خانه ای که اینقدر خانه زیبا دارد، اینقدر خانه پر قیمت دارد، لیکن یک ذره همت ندارد. از اینش اون سائل، آن طلبنده درکدار نبود. گفتی همون شاعر که دولت را فیل بردارد میانش بشکند. دولت داری که اگر فیل بردارد میانش میشکند. همت را پشت هندوستان برد. دولت داری که میان فیل میشکند، لیکن همت نداری، همت تو را پشت هندوستان برد. اینقدر به همت هستی. همین صاحب خانه بیچاره از طایفه همون به همت ها بوده است. سائل در آمد، دروازه را کشادند. گفت نانی تر است، نانی خشک است، داری یا نداری؟ این بای، این صاحب خانه بسیار یک جای براحت، یک کتی خیلی قیمت، بالشت های خیلی از همون پرهایی که خیلی قیمت است در زیر کش دراز کشیدگی. خشکنانه خواست یا ترنانه؟ گفت صاحب خانه این جانان کجاست؟ خیره ای که این دکانی نان باست؟ گفت خشکنانه خواست یا ترنانه؟ آدم بای مست از همون بایهای بی انصاف در حال مطلع آورد. گفت اینجا، گفت نان بای خانه است که من تو را نان می دهم. گفت بار اندک پی هم بیا. گفت آخر نیست دکانی قصاب. بیچاره از نان امیدش کنده شد، نان نداد. گفت مبادای نان ندادی، همین یک پاره روغن گاو نداری؟ گفت صاحب خانه چی گفت؟ گفت اینجا گفت دکان قصاب است، گفت که من برای تو روغن میدهم. گفت پاره آرده ای کت خدا. گفت پینداری که هست این آسیا؟ گفت مبادای خیلی نان نبوده است، روغن نبوده است، خواهی یک مشت آردم ده. گفت چی پینداری؟ گمان میکنی که اینجا آسیاب است؟ گفت آردد میتون. گفت اندک آب ده از مکرعه. مکرعه گفته هم مشک آب میگن. نگاه کرد که بالای سر همون بایده یک مشک آب است. گفت خیلی یا پیاله آبم بته. گفت هست جو یا مشرعه؟ گفت اینجا من دریا ندارم، اینجا یگان جو یگان بحر نیست که من برای تو آب دهم. نان گفت نداد. روغن گفت اینجا دکان قصاب خانه است. آرد گفت اینجا آسیاب است. آب گفت اینجا دریا هست، جوی است. هرچی آن درخواست از نان و سبوس، چربک می گفت و می کردی فسوس. میگد این سائل، این طلبنده هر چیزی که می پرسید، آدم بای در حال یک چربک می گفت. چربک گفته یک مطل می آورد.
گدا خیلی گدای دانا بود و این معامله که الحال گدا نسبت این بای کرد، این برای تمام آدمانی که سخی نیستند، برای تمام آن بایهایی که دری بسته دارند، دست فقیرها و بیچاره ها را نمیگیرند، یک عبرت است. گفتی حضرت مولوی رومی شعر من شعر نیست، اقلیم است. حزل من حزل نیست، تعلیم است. من هر حزلی که میکنم شما را حزل نشمارین، این تعلیم است برای همه شما. آن گدا در رفت و دامن برکشید. بعد در بین حولی چیکار کرد گدا؟ آن گدا در رفت و دامن برکشید، تا در آن خانه به حسبت خواست ریست. اد گدا نامه چید، آمد بین همون حولی در پیش همون کتی که بای داشت، دامنش بالا کرد و همونجا خچه فارغ کردن گرفت. چگونه که در حاجت خانه می نشینی. گفت هی هی تنزم ای دیجم، تا در این ویرانه خود فارغ کنم. بعد وقتی که اون نشست میگد حاجت چکی شکستن گرفت، این بای دید این احواله، گفت هی هی هی، گفت این چی عمل است تو کردی؟ شرم نکردی؟ گفت تو هی هی کردن بگیر. من که در این ویرانه، گفت این خانه نیست، گفت این یک ویرانه بده است، در همین ویرانه گفت یک حاجت شکنم. چون در این جا نیست وجه زیستن، بر چنین خانه بباید ریستن. اینجا گو وجه زیستن نبوده است، اینجا نان نبوده است، اینجا آب نبوده است، اینجا روغن نبوده است، اینجا آرد نبوده است، این خانه نبوده است، این حاجت خانه بوده است. از این خاطر من همجا خود نفارغ کنم. و گدا خیلی گدای دانا. شاید این گدا از گداهای باشد که پیغمبر خدا در حدیث ها برای ما و شما اینها را یاد کردند. اگر سوره والضحی خوانه ما و شما، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اما السائل فلا تنهر، خدا میگوید وقتی طلبنده های در خانه شما که وارد شدند، فلا تنهر، شما بالای اونها داد و آواز بلند نکنید، اونها را از نزد دروازه خود نرانید و هر گونه صحبت های وزنین بالای اونها روا نبینید. زیرا حبیب خدا میگوید رد السائل ببذل یسیر او رد جمیل، فانه یأتیکم من لیس من الانس ولا من الجن ینظر کیف صنیعکم فیما خولکم الله. پیغمبر خدا میگوید بسیاری طلبنده های هستند که وقتی نزد خانه شما آمدند، آنها را شما اگر چیزی نداشته باشین با کلمه خوب جواب گویید و اگر چیزی داشته باشید با آنها تسلیم کنید. زیرا بسیاری از طلبنده های هست گو پیغمبر که آنها نه انسان هستند و نه جن هستند، بلکه آنها می آیند شما را می سنجند در آن مالی که شما دارید. یعنی آنها از جمله ملائکه ها هستند، برای سنجش بنده های خدا می آیند، کنی نظر میکنند که بنده های خدا با آنها چگونه معامله میکرده باشند. بعضی از آنها با این مقصد می آیند که در ریاض الصالحین یک قصه را ابو هریره از نام پیغمبر خدا حکایه میکند که دوره های بنی اسرائیل یک فرشته را پیغمبر خدا، یک فرشته را خداوند روان کرد تا که 3 طایفه آدم ها را سنجش کند. پیش یک آدمی کوری مادرزاد و کلی مادرزاد و پیسی مادرزاد آمد. اول به پیش آدمی میگد پیسی مادرزاد آمد، گفت چی میخواهی؟ گفت میخواهم که همین رنگ من دیگرگون شود، میخواهم همین جسم من دیگرگون شود تا که مردم از همین پیسی بدن من نفرت دارد، همراه من نمی نشینند. میگوید این فرشته دست شد دوان بالای همین مرد، ایرا پیغمبر خدا
در حدیث متفق علیه است حکایت دارد برای صحابه هاش. دست دوان میگوید در حال میگوید این بدن آدمی پیس صحت و سلامت شد. گفت از مال دنیا چی میخواهی؟ گفت یک اشتر میخواهم. میگوید فرشته دعا کردند، یک اشتری حامله داری را خداوند به این آدمی پیس چیکار کرد؟ نصیب کرد. آمد نزد آدمی کوری مادرزاد. گفت تو چی میخواهی؟ گفت میخواهم همین چشمهای من بینا شود. میگوید این فرشته چه دستاش یک دوان آدم نابینا هم بینا شد. گفت از مال دنیا چی میخواهی؟ گفت یک گاو میخواهم. میگوید یک گاو حامله دار دعا کرد، بر این آدم نابینا هم تسلیم کرد. آمد پیش آدم کل. گفت تو چی میخواهی؟ گفت میخواهم همین بالای سرم یک موی خوب برآرد. میگوید فرشته بالای سر همون یک دستمال کرد، موی خوب از بالای سرش برآمد. از مال دنیا چی میخواهی؟ گفت گوسفند میخواهم. میگوید یک گوسفند حامله داری را برای این آدم کلم چی داد؟ نصیب کرد و رفت. از بین چند وقت گذشت، آنچنان خداوند به این سه طایفه میگه مال داد که حتی بیابانها نمی برد. یک زمان پس پروردگار همون فرشته را روان کرد که رو یک سنجش کن. آمد میگوید پیش آدمی همون پیس سفید پوست کسلی سفیدی. گفت ای برادر، گفت من مسافرم، در راه ماندم، میخوام از همین مالی اشتری که داری یکی اونها را برای من نصیب کن تا که من به خانه خود صحت سلامت رسم. گفت برادر تو کسی هستی نیستی؟ من قرضدار هستم. گفت قرضدارم. گفت ترا اشتر دادن نمیتونم. این فرشته گفت تو همون آدمی که پیس بودی، همون آدمی که مال نداشتی، خداوند به تو شفا داد مال داد، همون نیستی؟ گفت نه. گفت من اون نیستم. گفت این مال از کجا پیدا شد؟ گفت این از همون پدرم از بزرگها ماندگی هست. گفت اگر دروغ گویی خداوند تو را به حالت اولت مبدل بگرداند. میگوید از پیشش رفت. آمد به نزد آدم کل. وقتی از اونم پرسان کرد همین مسئله را، اونم گفت من قرضدار هستم و تو را گفت هیچ از مال دنیا داده نمیتونم. گفت تو همان نیستی که خداوند برای تو شفا داد این مال داد؟ گفت نه. گفت من وای نیستم. گفت این مال میراثی هست. گفت از مال میراثی. گفت ما با این شرف و بزرگی رسیدیم. گفت اگر تو دروغ گویی، گفت خدا تو را به اصل اولت مبدل بگرداند. آمد نزد آدم نابینا. از نابینا هم این سوال کرد، لیکن آدم نابینا چی گفت؟ گفت در اصل من یک آدم نابینا بودم، خداوند به من شفا داد و این مال و ملکی که دارم همه از جانب الله است. هر چی میگیری اختیار داری، هر چی میگذاری هم اختیار داری. این فرشته میگوید گفتن برای من مالی تو در کار نیست، مگر که ما را پروردگار برای سنجش روان کرد. اون دو رفیقی تو گفت از امتحان نگذشتند، لیکن خدا در ملک مالی تو گفت برکات دهد و برآمده رفت. اینا حدیث های صحیح هستند که پیغمبر خدا در این باب برای ما و شما گوشزد میکند که شاید که اگر در خاندان یکی شما اگر این چنین آدم ها اگر حاضر شدن از شما چیزی که پرسان کردن چی قوت داری، با کدام چیزی که قوت داری برای اونها رد کنید، اونها را از خاندان با یک دل خرسند جواب گویید. ان شاء الله در نزد خداوند شما را ثواب نصیب می‌گرداند. جمعه اولی که ما شروع این موضوع کردیم، آیتی را از سوره بقره برای شما تلاوت کردم که وای دیگر به تحلیلش نرسیدیم که آیت این چنین بود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء الله واسع علیم. صدق الله العظیم. آن کسانی که پروردگار میگوید مال دارند، آن کسانی که دولت دارند، یعنی دولت داشتن، مال داشتن،
این گناهکاری را نشان می‌دهد. ما دائم دعا میکنیم که خدای مهربان تمام این مردم تاجیکستان بای به دولت کند. دولت داشتن این گناه نیست، مال داشتن این گناه نیست، لیکن مال دولت پروردگار که داد باید که انسان به قدر این مال و ملک برسد. چگونه که حبیب خدا میگد احسنوا لباسکم و اصلحوا رحالکم حتی تکونوا کأنکم شامة فی الناس. شما انسان هایی که دسترس هستین، مال دارین، پول دارین، لباس هاتان را زیبا کنید، ماشین های سواری تان را خوشرو کنید، زیبا کنید، خانه های زیست زندگی تان را زیبا کنید، خانه های زیست زندگانی تان را زیبا کنید. زیرا حبیب خدا میگوید بنو مدائنکم مشرفتن، شهرهاتان را با شکوه کنید، شهرهاتان را زیبا کنید. چگونه که امروز کلاب ما و شما در این یک زیبایی قرار دارد. الحمدلله هر جانبی که نگاه میکنیم بهترین عمارت ها الکی سر بلند کرده ایستاده. همه این اول آخر فضل الله است، لیکن دستگیری رئیس جمهور است. در حق او باید ما و شما پیوسته دعا کنیم که امروز حدیث پیغمبر خدا را در شهر ما و شما زنده کرده ایستاده است. این شهر ما و شما را با شکوه دارد، آبادی ها دارند. یعنی انسان وقتی مالدار باشد بهترین لباس پوشد، پیغمبر میگوید، و بهترین خانه را داشته باشد، بهترین سواره را داشته باشد. برای چی؟ تا که وی شناسند که این بای است، این به دولت است، تا که محتاج ها پیش وی رفته مراجعت کنند، حاجت خودشان برآورند. چگونه در بعض مسئله ها میگوید آدم جاهل باید فش سالش از 4 لیک زیاد نباشد، آدم طالب علم 1 وجب، آدم عالم تا میانش، مفتی باید وقتی نشست میگوید در زمین همون فش سالش رسد، تا که همونها را شناسند که اینها کدام طایفه مردم هستند. آدمای بای هم باید امروز شناسند. افسوس که امروز بایهای ما یک لباسی میپوشند که کم بغل نمیپوشش، یک سواره در سوار میشود که پسترین آدم دارد. برای چی؟ تا که بایی مرا نفهمند، تا که ندانند که من بای هستم و یکی مدام مراجعت کنن و من 10 سوم و 20 سوم نیاوم این آدم فقیر و این بیچاره را دستگیری کنم. حالا که پیغمبر خدا میگوید اذا اتاک الله مالا فلیور علیک فإن الله يحب ان يرى اثره على عبده حسنا ولا يحب البؤس ولا التباؤس. خداوند وقتی به شما مال میدهد، پیغمبر خدا میگوید دوست می‌دارد پروردگار که اثر مال چه در بندش بیند. دوست می‌دارد که همون مالی که خداوند به بنده داده است همون بنده مال در راه خیر صرف کند، در راه آبادانی ها صرف کند. خوش به حال همون برادرایی که امروز مالشان در راه خدا صرف میکنند، در راه نیک صرف میکنند، در راههای صرف میکنند که از پشت اونها صدقه جاریه میگویند. گفتی حضرت سعدی که نمیرد آن کی ماند پس از وی بجای، پول و مسجد و خان و مهمان سرای. هیچ وقت نمیمیرد. گفت کدام انسان نمیمیرد؟ آن کسی که از پس او یک کوپروک آباد میشود، آن کسی که از پس او کوچه هاشان آباد میشود، از پس اونها یک مهمانخانه میشود، از پس اونها یک مسجد بنا میشود، از پس اونها یک آبیاری میشود، یک باغ از اونها باقی میماند. اینها نمیمیرند. گفت حضرت سعدی هر آن که نماند از پسش بجای. در دوام مصرع‌های شعری میگوید یعنی هر کسی که از این دنیا گذشت، یعنی هر کسی که از این دنیا گذشت لیکن از او چیز نشانه نماند، درختی وجودش نیاورد و بار، همچنان یک درختی بیمیوه هست. و اگر رفت آثار خیرش نماند، نشاید پس از وی الحمد خواند. اگر رفت از دنیا و هیچ آثار خیرش نمیماند، از پس او حتی الحمد میگد خواندن جایز نمی شود. یعنی مال داشتن این گناهگاری نیست. هر کسی مال دارد خوش به حال شو، لیکن مال باید که ما و شما امروز ساعتی آمده است که همسایه ما را دستگیری کنیم، امروز ساعتی آمده است که یتیم خانه ها را دستگیر کنیم، امروز ساعتی آمده است همون بیوزن هایی که بی پرستار هستند اونها را دستگیر کنیم، دستگیری کنیم.
امروز شرایطی آمده است که ما و شما میگیم دخترهای تاجیک امروز تن فروشی دارند، در ملت‌های بیگانه تنشان میفروشند. برای اونها را پیشگیری کردن ما باید کمک کنیم، اونها را از این راهی بد باید که ما و شما باز داریم. به سبب چی؟ به سبب که ما و شما اونها را یگون حق آرده از خواه روغن است در خاندانشان تأمین کنیم. افسوس که امروز همون مهر و محبت حتی در بین برادر به برادر نمانده است. کجا حالی من در حق همسایگی گپ زنم که حبیب خدا حضرت ابیذر غفاری را فریاد زدند، گفتن اذا طبخت مرقه فاکثر ماءها و تعاهد جیرانک. ای ابوذر، وقتی در خانت خوراک میپزی همون آب خوراک زیادتر کن، آب شوربا را زیادتر کن و از حال همسایه ها خبرگیری کن. این از تعلیم پیغمبر خدا برای ما و شما. امروز ما و شما تمام در همون تریت گاوها میریزیم، در جویبار میریزیم، لیکن همسایه را نمیتیم. خداوند میگوید مثال آن کسانی که نفقه میکنند، یعنی مال خودشان در راهی درست صرف میکنند، مثال یک دانه هست که مثل حبه انبتت 7 سنابل، یک دانه که از زمین میزند بیرون میبراید 7 خوشه دارد، فی کل سنبلة 100 حبه، در هر یک خوشه او 100 دانه هست. والله یضاعف لمن یشاء. این مثل پروردگار چی است؟ این تشبیهی که در آیت آمده است به چی مقصد آمده است؟ یعنی انسان وقتی که اگر 1 سامانی در راه الله خیر میکند، پروردگار میگوید 700 سامانی ما بهر او نصیب میگردانیم. یعنی خوش به حال همون برادرهایی که امروز دستی با خیر دارند، خوش به حال همون برادرانی که امروز خیر احسان دانند. بسیاری بسیار انشاءالله چی در دنیا و چی در آخرت اونها سربلند هستند. در اینجا کار، در آنجا نخل بردار، شوی تا سرفراز از فضل غفار. که این رنجی تو آخر گنج دارد، با یک احسان عطا 25 دارد، با یک قول با یک احسان 700 عوض بخشد خدا از فضل بی حد. چرا با حق نبستی قرض احسان، ببینی تا به فردا جودی سبحان. تو میمیری و احسانت نمیرد، و تنگی های محشر دست گیرد. تو میمیری، تو روز از روزهای دنیا را ترک میکنی، لیکن این عملهای خیر تو نمیمیرند. اینا برای روز قبر تو، برای روز قیامت تو بی نهایت برای تو مفیدند، برای تو در کار هستند. در دیگر آیت پروردگار لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. شما وقتی خیر احسان بکنید، گفت پروردگار، مال دوستارتان خیر احسان کنید. یعنی آن چیزی که دوست داشته ترین به سوی شما هست، انا همون مال در راه الله خیر کنید. آن مالی که از دل بیرون باشد، آن مالی که وجود تو را در لرزه ندارد، این گونه مال گفت پروردگار خیر احسان کنید. وقتی این آیت نازل شد، یکی از صحابه ها به نام ابو دحداحه بود، یک باغ داشت که به نام بیروحا بود، که میگوید در داخلش 600 تنه خرما داشت. ابو دحداحه در داخل همین باغ خانه زیستش بود، خانه زندگانیش بود. وقتی این آیت آمد که پروردگار از شما قبول نمیگرداند مگر آن خیری را که، آن صدقه را که به سوی شما محبوب است، به سوی شما دوست داشته تر است، حضرت میگوید نزد حبیب خدا آمدن، گفتن دستان در دست من بگذار. میگوید پیغمبر خدا دستش در دست این صحابه گذاشت، گفت خداوند میگوید من قبول نمیگردانم مال را که اگر به سوی شما محبوب نباشد. گفت بله. گفت پروردگار این آیت فرستاد، گفت ای حبیب خدا، من عهد کردم و پیمان دارم همین باغی که 600 تنه دارد و حیات زندگی من از حساب همون است، من وی را در راه الله بخشیدم. پیغمبر خدا میگوید وقتی این باغ ابو دحداحه که به پیغمبر خدا بخشید، پیغمبر چی گفتند؟ به به،
یعنی وقتی ما و شما یک سخن عجیب میشنیم که په میگوییم، حبیب خدا گفتم به به، یعنی چی تو خیری بزرگی را بجا آوردی. و این باغ میگوید حضرت در بین یتیم ها چیکار کردن؟ تقسیم کردن. یعنی این گونه جوانمردی ها، این گونه سخی های در دوره های پیغمبری خدا وجود داشت. یا حضرت ابو طلحه را روایت میکند، ابو دحداحه را میگد وقتی آمد برای باغ تسلیم کردن، زنش با همراهی فرزنداش میگد در داخل باغ بود، گو از باغ بیرون شوید که این باغ من در راه الله تسلیم کردم. حضرت ابو طلحه هم وقتی که از این آیت درکدار شدند، اون حضرت میگوید در داخل باغش چنان یک چشمه داشت که بی نهایت آب شیرین داشت. پیغمبر خدا هر وقت از مسجد بیرون میشد همون باغ میرفت. حضرت ابو طلحه هم همون باغ در راه الله بخشیدن زمانی که این آیت نازل شد که خیر شما قبول نمی شود تا زمانی که اگر شما بهترین مالتانه در راه الله خیر نمی کنید. این تقرض الله قرضا حسنا یضاعفه لكم و یغفر لكم والله شکور حلیم. این آیت ها از بزرگی خیر احسان خبر می دهد. کیست پروردگار میگوید که در راه من قرض دهد؟ کی هست که پروردگارش قرض دهد؟ این تقرض الله قرضا حسنا یضاعفه لكم. خدا میگوید یعنی صدقات به لفظ قرض آورد که در راه الله خیر احسان میکند تا که مال او را ما مضاعفی در مضاعف کنیم، دو چندی در دو چند کنیم. یغفر لکم، باز چیکار کنیم؟ باز بازم این گناه های اون بنده را ما مغفرت کنیم. این است فضیلتی که از این آیات های کریمه برای ما و شما آمده میرسد. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا والله یقبض و یبسط و الیه ترجعون. خداوند در دیگر باز آیت قرآن، کیست آن کسی که پروردگارش قرض میدهد؟ کیست آن کسی که مال خودش در راه الله خیر احسان میکند؟ فیضاعفه له، تا که ما مال او را دو چند کنیم، مال او را زیاد کنیم، دولت او را بیگران کنیم. و یقبض و یبسط و الیه ترجعون. خدا چی میگوید؟ میگوید ای بندگان من، شما یقین دانید که آن مالی که در دست دارین یا آن مالی که از دست شما دور میرود، همه اون در ید قدرت ماست. یعنی مقصد از این آیت والله یقبض و یبسط، معنا مفسرها این میگن که رزق از نزد پروردگار است. یعنی آن مالی که شما در دست دارین از هیچ کس نبینید، از تجارت تان هم نبینید. تجارت این سبب می شود، لیکن اساس رزق رسان پروردگار است. در سوره زاریات خداوند میگوید ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. پروردگار میگوید من رزاق هستم، من رزق رسان شما هستم. این رزق شما از جانب هیچ کس نبینید. آن چیزی که در دست شما می آید همش از جانب من است. امروز هست بعضی بندگانی که بیچاره همون رزقی که در دست دارند یا مالی که در دست دارند همون یا که از یگان حکومت میبینن، یا که همون از یک نفر میبینن، یا همون از حساب تجارت چار میبینن. حالا که پروردگار اعلان دارد که رازق ما هستیم، رزق در دست ماست. ما وقتی فرض عین میخواندیم که یک کتاب پسترین گویم به حساب میرود، در همونجا میخواندیم در طعام خوردن 4 فرض است. یکم حلال خوردن، زیرا که پاکی حلق از اعظم فرایض است. دوم رزق را از واجب تعالی دانستن. سوم به قسمت الله تعالی راضی بودن. چهارم معصیت نکند که مادامی که قوت طعام در وی است. بین این عباره ها را ما و شما در فرض عین در 4 چیزی که در طعام خوردن فرض است میخوانیم. یعنی دوم این که رزق از الله تعالی دانستن. آن چیزی که در خاندان شما هست، آن چیزی که در دسترخوان شما هست، همه او را برادرای عزیز شما از جانب پروردگار بینید. گفتی حضرت حافظ گر رنج پیش آید و گر راحت حکیم، نسبت مکن بغیر که اینها خدا کنه. هر چیزی که به سر شما می آید، هر تنگ دستی و دستکشادی که به سر شما می آید، همه اینا گفت شما از جانب پروردگار ببینید. اینا نه از یک شخصیت ببینید، نه از یگان طرف دیگر شما ببینید.
فلینظر الانسان الى طعامی ان صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیها حبا. اینم دلالت به چی میکند؟ دلالت به این میکند که پروردگار میگوید فلینظر الانسان، ای انسان، ما و شما در خطاب است، فلینظر الانسان الى طعامی، همون طعامی که خورده ایستاده ای به همون نظر کن. همون از کجا آمد؟ فلینظر الانسان الى طعامی انا صببنا الماء صبا، ما آب ریزاندیم از آسمان، ما باران از آسمان عطا کردیم. و فی السماء رزقکم و ما توعدون، خدا میگوید رزق شما در آسمان است، یعنی مقصد باران است، آفتاب است، ماهتاب است، اونا حرکت میکنن و امروز شما صاحبی همون یک تیکه نان میشوید. یعنی همون طعامی که در پیش شما هست اونا هم از برکات بارانی که از آسمان خداوند میریزاند و اون در دست ما و شما آمده میرسد. مولوی رومی خدا رحمت و مغفرت کند در همین باب یک قصه دارد، بسیار قصه عبرتی هست برای کسانی که اگر رزق از غیر الله ببینند. چگونه که بعضی از برادران ما و شما میگویند که این یک شرایطی بود که همین دسترخوان هامون همه پر بود، لیکن به یاد نمیارند که هر شرایطی که نباشد، ما به هیچ شرایط کاری نداریم، هر شرایطی که نباشد رزق رسان پروردگار است. شما رزق از الله ببینید. فقط میگوید یک مرد یک تیفل دندان برآورده بود، پدر سر به فکرت فرو برده بود. حضرت رومی میگوید یک مرد میگوید نزد گهواره فرزندش آمد، نگاه کرد که بچهش دندانهاش برآمده است. پدر سر به فکرت فرو برده بود، کینان آب از کجا آرمش، مروت نباشد که بگذارمش. دندانهای بچه شکیدید، خیلی غمگین شید. گفت تا دیروز این شیر مادر میخورد، امروز دندان برآورده است، این اکنون نان میگوید، این نانی را من از کجا پیدا میکرده باشم. خیلی غمگین شد. کدام مردی بگیم نامردی بوده است، یک مردی که عقیده نداشته است، اسلام کامل نداشته است. چو گفت بیچاره این سخن نزد جفت، نگر زن او را چو مردانه گفت. حضرت جلال الدین رومی میگوید این مردی بی غیرت وقتی این اندیشه خودش را، این فکر خودش را وقتی پیش زنش برد و به زنش این معلومات داد که بچه من دنداندار شده است، فردا نان میگوید، من نان او را از کجا میارم؟ نگر زن او را چو مردانه گفت. نگاه که میگوید او را زن چگونه یک سخن مردانه گفت. چی گفت؟ مخور حول ابلیس تا جان دهد. ای مرده گفت، ای بی غیرت، این وسواس شیطان گفت که در وجود تو خدا جاش کرده است. مخور حول ابلیس تا جان دهد، همان که دندان دهد آن نان دهد. همون ذاتی که ایره دندان داده است او خودش رزقی را میرساند. اگر شبان روزن تو کار کنی، تو رزق از الله نببینی، فرزندی تو هیچ وقت صاحب نان نمیشود. یعنی به همون ذات تکیه کن، در راه خداوند کار کن، در همون شهری که زندگی میکنی کار کردن بگیر، از پروردگار زاره و تولا کو، انشاءالله پروردگار رزق را میرساند. یعنی رزق در دست تو نیست. لیکن یک نکته خیلی مهم من برای شما میرسانم. ما درباره فضیلت خیر احسان 3 جمعه شد، شما الکی درک کردید، فهمیدید که اگر خیر احسان کنید انشاءالله برای شما در دنیا هم عزت است، در آخرت هم عزت است. لیکن خیر احسان کیها کنند؟ خیر احسان برای کیها هست؟ حبیب خدا در حدیث می فرماید علی کل مسلم صدقتون، هر یک مسلمان باید صدقه کند، هر یک مسلمان باید صدقه کند. قال این لم یجید، پرسیدند ای پیغمبری خدا شما گفتید هر یک آدم باید صدقه کند؟ گفتم بله، هر یک انسان باید صدقه کند. صحابه گفتند این لم یجید، ای حبیب خدا اگر مادامی که ما
بار نداشته باشه، اگر ما شرایط نداشته باشه، اگر ما نان یافته توانیم که فقط همون شکم خودمان و شکم فرزندهامان را سیر کنیم، ما چی کار کنیم؟ حبیبی خدا چی دستور دادن؟ آیا دستور دادن که رفته قرض کنید و آمده خیر احسان کنید؟ آیا برای شما پیغمبر خدا فتوا داد که رفته قرض با پراتین گیرید و مردم خیر احسان کنید، مردم نان دهید؟ یا مثل بعضی از پدر و مادرای بیرحم فرزندها را به روسیه روان میکنن و بیا تا که شکم مردم از نان سیر که همچنان توصیه دادن. گوش بکنید پیغمبر خدا چی گفتن وقتی سوالش دادن ای حبیب خدا مادام نداریم چیکار کنیم؟ مثل که امروز نداریم، بعضی ما و شما نداریم، بعضی پیشوای ما و شما مجبور میکنن که داری نداری خیر کن. یک معلم بیچاره، معلم چی دارد؟ معلم از کجا راهی فایده دارد؟ از طرف مومن آباد برای ما و شما آمد، برای من پیش من گفت، گریه میکند معلم، میگوید بچه‌م خردسال بود، قریب 3 ساله 4 ساله بود، وقتی از دنیا گذشت فرداش پیشوامان آمد، نمیدانم کی باشد دیگر نامی و شرط نیست، گفت برای کودک مردن گفت خیلی 3 بیگه و 7 و 40 دیگر نکن، لیکن یک گوسپند حتمی خون کردن در کار. این خیلی پیشوای خونخور بسیار داره، باید خون کردن در کار، لیکن از همین مالی که خون میکنی نخور که باز مرگ در فرزند دیگرت میچسبد. یعنی همین مرگ از خانه تو کنده نمیشود اگر همین گوسفندی که در خانه میکشی. باور که این خیلی گمراه ها ما پیشواها داریم. چیکار کنم؟ من گفتم خوب میشود من اصلا وقت ندارم با همراهی تو روم، و الا اگر جوان مرد باشی، اگر از من توصیه گیر باشی، باور کن نان اگر داری شرایط بکن، همون ملا را فیراد نکن، لیکن نداشته باشی اصلا برادر عزیز نکن که در نزد خدا تو گناهگار میشوی، تو هیچ ثوابی نمیگیری. زیرا این آبی چشم تو را ببین و صدقه از روی یک داشتن میشی، از حساب پوری میشی، از حسابی که انسان خیر احسان میکرد وقتش خوش میشید، چشمان پری آب، بعد مردم نان دادن میگیرم. این چی معنی دارد؟ حبیب خدا چی جواب گفتن وقتی سوالش کردن؟ گفتن یعمل بیدیه فینفع نفسه و یتصدق. ندارین، گفت شرایط ندارین. مثل امروز پیشوای ما و شما واری مردم امر نمی کردن داری نداری بکن. برای همه ما و شما انامین سخنی که الحال پیغمبر خدا میگوید درس است. امروز من با باوری کامل میگویم که همین خیر احسان ما و شما یکی برای ریا هست، یکی از روی بی‌شرایطی هست. خیرهایی که میکنیم یکی از روی ناداری کردیم، دومش اگر داشته باشیم هم از روی ریا کردیم. الان که حبیب خدا میگوید من صلى يرائي فقد اشرك و من صام يرائي فقد اشرك و من تصدق يرائي فقد اشرك. کسی نماز میخواند برای مردم داناندن به تحقیق شرکی در الله آورده است. کسی که اگر روزه میگیرد برای مردم داناندن شرکی در الله آورده است. کسی صدقه میکند برای مردم داناندن، مردم بفهماند که من سخی هستم، یا که مردم گویند که وای بسیار جوان مرد است، یا فلان فلان گفته مرا تعریف کنن، پیغمبر خدا گفت وای شرک در الله آورده است. روز قیامت انا همین عملهای ریا، همین عملهای خود سنایی و خود ستایی، همین عملهایی که ما و شما نداریم و میکنیم، روز قیامت اول و آخر ما و شما را پروردگار جمع میکند. من متنش نمیخوانم. بعدا پروردگار چی میگوید؟ کسی که در دنیا برای کسی که عمل کرده باشد نزد وی رود و پاداش از وی گیرد. اگر کسی صدقه کرد برای مردم داناندن، رو میگد از مردم پاداش بگیر، از مردم ثواب بگیر.
کسی که نداشت بیچاره و کرد، اون در نزد پروردگار گناهکار نویسانده می شود، زیرا ندارد شرایط، باز از بالای این می کند. حبیب خدا گفتند مادام نداشته باشین فرزندان من، یعمل بیدیه فینفع نفسه و یتصدق، با دستهات کار کن. گفت با دستهات کار کن، آن چیزی که از حساب کارت میابی در نفس خودت، در نفس فرزندات صرف کن. بین مادام نداری، گفت هیچ وقت خیر نکن. لا اشتری شیئا لیس عندي ثمنه، مادامی که نداری، حبیب خدا میگه لا اشتری شیئا، نمیخرم از بازار چیز زمانی که اگر نداشته باشم. امروز آدمای ناداری ما و شما بسیارند، آدمای بی شرایطی ما و شما بسیارند. این سخنهای من برای شما سخت نرسد. آن چیزی که من میگم همش آیت قرآن است، آن چیزی که من برای شما میگم همش احادیث های پیغمبری خدا. خداوند در قرآن میگوید یسألونک ماذا ينفقون قول العوف. ای محمد صلی الله علیه و سلم، از تو میپرسند چی مقدار خیر احسان کنیم، از تو میپرسند چگونه خیر احسان کنیم. حضرت ابن عباس ابو امامه در تفسیر این چی گفتند؟ گفتند به مردم توصیه ده ای محمد که آن چیزی که از خانهش زیادی هست همون را خیر احسان کنند. مازاده بر عیالت خیر احسان کن. امروز فرزند ما و شما در بدر، امروز ما خودمان گرسنه، امروز فرزندای ما و شما گرسنه، لیکن ما و شما با چیکار میکنیم؟ با شکم مردم از خیر میکنیم. من این سخن به امید آن گفتم یا به مقصد آن گفتم که شما فهمین که اسلام بالای شما هیچ وقت این خیر احسانهای وزنی بار کردگی نیست، مگر این بعض صدقه‌های هستند که ما در گردن ما خودمان بار کردیم. اگر شما قدرت داشته باشین و نکردینم، شما را کسی ملامت کند، ملامت کردن گیرد، لیکن شما در نزد پروردگارتان گناهکار نمیشوید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اینجا یک چند سوالهای هست، من اینا را در حال برای شما جواب گویم. ان شاء الله این موضوع بسیار یک موضوع دامنه‌دار کلان است، لیکن هر کسی که داشته باشد امروز آباد کند. علاوه خصوص الان امروز مردم کولاب که در پیش جشن داریم، همه میدونیم بسیار جشن مهم است، شما را خوب بسیار خوب درک کنید. تمام مهمان ها از تمام دولت خارج می آیند، علاوه خصوص الان داخل شهر. کدامت اگر دولت داری، کدام شرایط داری، در اما همسایه‌داریات آهک بخر، سیمین بخر، بگذار همون دیوالهای کوچه هاتون سفید کنند، بگذار راههای کوچه هاتون آباد کنند، بگذار همون ودا پروات هایی که داریم ندارند محکم کنه که مثال اسراف شده رفتهستن، همونها را تامین کنید. انشاءالله در اینا شما ثواب میگیرید. همین از راه های خیر. لیکن کسی نداشته باشد، ما و شما مجبورش نسازیم. السلام علیکم فرزند عزیز داملا میرزا، من مادر 85 ساله با کم مبلغ میخواهم به مسجد شما سهم گذارم، یعنی 20 سامانی. اگرچه فرزندان من و نبیره های هم سهم گذاشتند، لیکن این از نفقه خودم. دعا کنید خدا به من قیامت آباد نصیب سازد و من دعاگوی شما هستم. خدا نگه دارد. مادر 85 ساله در فکر مسجد است، در فکر آبادی مسجد است، در فکر آبادی مسجد است. خوش به حالشان این گونه مادرهایی که البته این گونه نیت‌های نیک دارند برای آبادی، برای چه آبادی شهر چه آبادی مسجد، اینقدر سهم و کوشش میکنند. السلام علیکم اکای داملا حاجی. اینجا چند سوال دادن، با همین انشاءالله ممکن جمعه انجام دهیم. BBC شنبه مشکل کشا در کلاب پیدا شده است، باور کنیم یا نکنیم. شما اگر روز 22 برنامه را تماشا کردین، برنامه مروت بود، تماشا کردین نه؟ BBC شنبه را فهمیدین کی بود است، BBC چهارشنبه هم فهمیدین، مشکل کشا را فهمیدین که افسانه های حضرت آدم گفته برای مردم میخوانند در پیشان چای و دیگر. با یک فالبین دیگر هم در همو جا بود، گفت به طرف طبیب گشته گفت های شما 5 سامان میگیریم، ما 50 درم میگیریم. یعنی مقصد هر کسی که میتواند مردم فریب دادن گیرد، همون مردمی که اعتقاد دارد و باوری دارد.
نه بی بی سه شنبه هست، نه بی بی چهار شنبه هست. اینا همه دروغ هستند. شما هیچگاه در اینها باور نکنید، نه در فالبین ها باور کنید. من برای شما حدیث های خواندم که حتی که پیغمبر خدا گفت کسی که در اینها باور میکند وای فقط کفر بما انزل علی محمد، وای کافر است در آن کتابی که بر محمد نازل شده است. شما هیچ وقت در اینها باور نکنید، پیش اینها نروید. از اینها چه حاجت طلب میکنید؟ شما از پروردگارتان حاجت طلب کنید، از خداوندتان حاجت طلب کنید، انشاءالله همه مشکلاتتان برآورده می شود. اینا همه دروغ هستند. بسیار نیک شد که همون برنامه را در تلویزیون تمام جمهوری تماشا کرد. ولی انشاءالله بسیار برنامه ها می شود. این خیلی برنامه هایی که الحال مردم مجبور کرده ایستادن، اینا را همش در تلویزیون نشان می دهند. اسلام حقانی انشاءالله بعد خودش روی می زند. دوم ارواحک چی خیلی است؟ ارواحکی که در خانه ما و شما پیدا می شود و بعدا می گوید که یعنی همون خانه به خیر خدایی ماند، ارواحک می آید. اگرچه اصل ندارد، اگرچه این اصل ندارد، یعنی ارواحک هم خودش یک مخلوق خداست، هر خانه در رفته می نشیند. لیکن همون شاید که زمانی بود که البته مردم به خیر خدایی بود، همون پیشینی ها همین مسئله ها را پیدا کردن تا که مردم ای خدا نترسه، همین ارواحک بترسه و خیر احسان کنه. شاید همین را بیچاره مطرح کردن. مثل که شب قدر میگن اگر تا روز بیستی هر چیز را که به قپی طلا می شود. همون را پیشوا برای چی کردن؟ تا که همین آدم ها شب زنده داری کنن، تا که خواب نکنن، به خاطر هم طلا هم که باشد تا روز ایستن انشاءالله ثواب میگیرن. این ارواحک هم مثل همون است. در زندان جمعه خواندن چخیل است؟ امروز در ترمه ها جمعه خواندن واجب است. در هر ترمه ای که اگر مسجدها امروز می آیند، هم بچه‌هایی که از زندان آمده و امروز مثال ماها قطعشان صحبتی میشیم، همش میگن که وقتی نماز ما نمازها نمیخوانیم. برای همین در زندان ها امروز جمعه واجب هست. اگر شرایطش باشد، فراهم باشد، باید که خوانند. اگر نخوانند گناهکار بشوند. لیکن اگر شرایط نباشد برای اینها واجب نیست جمعه، مگر همون پیشینشان جماعت میخوانند. فراهم باشد باید که خوانند، اگر نخوانند گناهکار میشوند. لیکن اگر شرایط نباشد برای اینها واجب نیست جمعه، مگر همون پیشینشان جماعت میخوانند. زنی که مرد را در جایگاه خوابش راضی نمیکند بلکه باز شرط ها میماند، آیا او را در این حالت زدن، دشنام دادن جایز است یا نه؟ اصلا پیغمبر خدا میگه این من حق زوج علی زوجتی اذا ارادها علی نفسها و هی علی ظهر بعیر ان لا تمنعه. یک حقی مرد بالای زن چی هست؟ پیغمبر گفتن اگر زنی که بالای اشتر سوار باشد، ممکن بالای اشتر در سوار است، خانه پدرش رکی است یا خانه مادرش رکی است، همین حالت در میگه که مرد اشتهاش آمد. حبیب خدا چی گفتن؟ اگر گفتن اشارش کنه که نزد من بیا، باید از اشتر فرامده مرد راضی کنه. در همون حالت یعنی از اشتر برای چی میگوید؟ محدثا میگن برای چی اینجا اشتر را ذکر کرد؟ زیرا میگد از اشتر فرامدن بسیار کار مشکل است. از این خاطر همین مشکل هم که باشد گفتن باید که شوهرش راضی کند. اذا دعا الرجل امرأته الى فراشی فلم تأتیه فبات غضبان علی لعنتها الملائکه حتی تصبح. این هم حدیث متفق علیه است. هر وقتایی که مرد اگر زن خودش اشاره کند که ما از یک فایده گیریم، ما از یک بهره گیریم، فلم تأتیه، بعد زن رد کند گوید نه مثال تا اگر خانه پدرم نبری، مثل این جوانی که سوال کرد که شرط ها میماند، یا گوید تا بازارم نمیبری، یا تا چلم نمیخری، یا تا فلان نمیکنی. گفته اگر شرط ها ماند و نآمد، حبیب خدا گفت که تا روز گفت این زن در لعنت ملائکه ها قرار دارد که تو این شوهر تا چیکار نکردی، راضی نکردی. اذا دعا الرجل امرأته الى فراشی فلتأتیه و ان كانت علی التنور هم آمده است. در دیگر حدیث پیغمبر خدا میگوید که اگر وقتی که مرد یعنی از زنش خواهد که استفاده برد،
اگر زن در حالت نانپزی هم که باشد اشارش کند میگه همون چکدانه به همون نان گذارد و پیش شوهرش بیاید. یعنی تا این اندازه حق شوهر بلنده است. خداوند عاقبت همه ما و شما را به خیر بگرداند و مراد و مطلب های همه ما و شما را خدای مهربان حاصل بگرداند و تا جمعه دیگر خداوند همه ما و شما را در حفظ امانش نگه دارد و جمیع مهمان هایی که در این مسجد ما و شما حضور دارند خداوند در هر قدم هاشان حسنات نویسانده و صحت و